سلام به یوتیوب چنل من خیلی خوش اومدین. من پرنیانم و اگه یادتون باشه قراره با همدیگه کتاب و ویدیوهای متیو هاسی رو با همدیگه ترجمه کنیم. همونجوری که سری قبل گفتم متیو هاسی یه مربی رابطه است و دوتا کتاب نوشته که دوتاشون هم خیلی معروف شدن، ولی متاسفانه توی ایران نه گیر میان نه اینکه میشه ترجمهشون رو پیدا کرد. سری قبل درباره اترکشن کیلر ها صحبت کردیم. اگر ویدیوی سری قبل رو ندیدین خواهش میکنم حتما ببینین چون به دردتون میخوره. درباره چیزاییه که توی دیت اول باعث میشه جذابیت ما کشته بشه به زبان ساده. امروز قرار درباره یک رابطه‌ای صحبت بکنیم که ممکنه خیلی ها توش باشن ولی ندونن چه نوع رابطه‌ایه و خیلی هم خانمان سوز لعنتی. این اصلا یه چیز میگم یه چیز میشنویم. ممکنه اسمش رو شنیده باشین ولی یه سری از نکاتش رو نمیدونین و یه سری چیزای خیلی مهم و دربارش رو، یه سری ساینا و این چیزا. تا حالا واسهتون پیش اومده که توی رابطه باشین یا واسه خودتون یا واسه اطرافیانتون کس کنین که اوکی ما همه چیزمون با هم دیگه خوبه، خب من دوست دخترشم اونم مثل دوست پسر من رفتار میکنه یا برعکس، ولی انگار که هیچی بینمون نیست. چرا من پیشنهاد نمیده؟ چرا منو گردن نمیگیره؟ چرا فلان؟ چرا بیسار؟ چرا غیب میشه؟ تا حالا براتون پیش اومده؟ اسم این رابطه سیچویشنشیپه، یه رابطه تو خالی که از بیرون خیلی قشنگه. بچه‌ها متیو توی رابطه های نصف نیمه زیاد بوده. تو سری قبلم گفتم، یعنی اینجوری بوده که این مدت با این نفر اوکی میشده، بعد میده همه چی خیلی خوبه، بعد این مدت میده نه این همون آدم نیست، بعد ولش میکرده، گست میشده. گفتم نشون گفتم این امیر کامله، گست میشده، کلا میرفته. بعد میاد با خودش فکر میکنه، میگه آقا من بشینم فکر کنم ببینم دلیل اینکه من این کارو میکنم یهویی اون آدم واسم جذابه، بعد یه مدت میگم نه این نبود که میخواستم چیه. و به این نکته خیلی قشنگی میرسه که ممکنه به درد خیلی همون بخوره. میگه اون زمانی که من فکر میکردم برای رابطه آمادم، در واقع آماده نبودم. از لحاظ قلبی و مغزی آماده نبودم. یعنی فقط آماده لذت بردن از رابطه بودم، نه آماده تعهد. آماده یه چیز سطحی بودم، نه یه چیز خیلی عمیق. بچه‌ها رابطه واقعا یک معنای عمیقی داره. یعنی ولش کن حالا معنای عمیقی که دارم میگم یعنی فقط خوشگذرونی نیست همونجوری که خودتون میدونی، ولی یه سری فقط واسه یه خوشگذرونی وارد میشن و اون چیزای بعدیش رو دیگه نمیخوام. نه اوکی هم خوشگذرونی کافیه، واسه ما 4 تا خوراکی بگیر، 4 تا دور بزنیم با هم دیگه، همین رابطه است دیگه. اگه حرف چیزای اصلی تر شد، مثلا اینکه من تو رو درک کنم تو من درک کنی، بی خیال بابا نمیخواد، در صورتی که اصل رابطه اینه. و خب کجا بودم؟ من همونجوری که گفتم نکته ها رو یادداشت میکنم. بچه ها همین جاه که به سیچویشنشیپ میرسیم و صحبت های متیو یه خاطره خیلی قشنگی داره که توی هر جایی که مصاحبه میکنن باهاش این خاطره رو تعریف میکنه و واقعا هم خاطره که کمک میکنه، مخصوصا ربط داره به سیچویشنشیپ و اینکه چجوری ما واکنش نشون بدیم. این خاطره مربوط میشه به خودش و زنش. آره زن داره. فکر کن اینه که هیچ کس گردن نمیگرفت، چی شده که اینو گردن گرفته و چقدر هم دوستش داره. حالا دلیلش چیه؟ چند وقت پیش داشتم ازش ویدیو میدیدم، بعد دیدم که این خاطرش رو تعریف کرد دوباره. گفت که اسم همسرش آدریه. اینا توی جایی بودن حالت بارمانند و اینا، بعد انگار داشتن این مسابقه نگاه میکردن. توجه داشته باشین که متیو اینجا یه آدم خیلی معروفه که هر کسی دوست داره که باش آشنا بشه و اینا آدری همدیگه رو میبینن و اینا، ولی این بیشتر دوست داره که دقت کنه به اون مسابقه که داره نگاه میکنه. دوتاشون جذب هم میشن. آدری کم کم میره نزدیکش. بچه‌ها دقت کنین، میره نزدیکش فقط واسه اینکه یه اینتراکشن اتفاق بیفته، نه اینکه بره وای من چقدر تو رو دوست دارم بیا با هم دوست شیم. نه، میره نزدیکش، شروع میکنم که تو چقدر نایسی، مثلا درباره مسابقه صحبت میکنه و درباره مسابقه صحبت میکنه و همین باعث میشه که این کانکشن هی قوی تر شه بین این دوتا. بعد انگار متیو توی شهر خودشون نبوده، انگار که مثلا مسافرت و اینا بوده. جذب این دختر میشه.
اینا 2 هفته با هم دیگه ارتباط داشتن. خیلی روزهای جوری که تعریف میکرد فوق‌العاده و رویایی بوده، جوری که با هیچ کس یه همچین روزهایی رو تجربه نکرده بوده. خب بعد از 2 هفته متیو مجبور میشه که از اون شهر خارج شه و طبیعتا رابطه کات میشه. کات نه ها اینکه بزنن دعوا کنن، نه، میدونن که دوتاشون مثلا راهشون دوره و اینا، رابطه کمرنگ میشه. بعد این مدت متیو هم کاری که قبلا میکرد، گست میشد، کلا میرفت و هیچ خبری از اون آدم نمیگرفت و انجام میده. ولی این سری چیزی فرق میکنه. این سری هر کاری داره میکنه آدری تو ذهنشه. بعد پی با خودش میگه چقدر همه چی با این آدم خوب بود، بعد الان که یهویی من گذاشتم رفتم این چرا سراغی از من نمیگیره؟ یعنی چی؟ مثلا بقیه دخترها این کارا رو میکردن انگار، بعد این واسش خیلی عجیب بوده که آدری این کار نمیکنه. میگه اوکی اب نداره. بعد از 2 هفته خودش میاد با آدری پیام میده. بچه‌ها من متن پیام، من این مصاحبه رو چند وقت پیش دیدم، ریز به ریز کلماتش رو یادم نیست، فقط متن کلیش یادم، واسه همین براتون کلی تعریف میکنم. میگه که ازش نوشتم که اون 2 هفته که ما هم داشتیم خیلی خوب بود و اینا، خیلی دلم واسه تنگ شده و از این حرف. بعد توی همچین شرایطی تو باشی چیکار میکنی؟ یه آدمیه که دوستش داری، پسر دختر فرق نمیکنه، آدما به 2 دسته تقسیم میشن اینجا. وقتی یه آدمی رو خیلی دوست داری، روش کراش داشتی، 2 هفته خیلی رویایی هم باش داشتی، بعد یهو الان غیب میشه یا میره و میدونی که ممکنه اصلا ارتباط بینتون قطع بشه، بعد یهو میبینی بعد 2 هفته بهت پیام داده، چیکار میکنی؟ دسته اول اینجوریه که وای منم دلم برات تنگ شده، من عاشقتم فلان، اصلا با این دسته کاری ندارم. یعنی چی؟ طرف 2 هفته تو رو ول کرده رفته، آره عاشقتم دلم واسه تنگ میشه. ولی این یکی دسته خیلی قشنگتره، یعنی اون دسته ایه که آدری توش قرار داره که باعث شده که انقدر توجه این آدم رو جلب بکنه که سریع این آدم عاشقش بشه. چیکار میکنه؟ متیو اینجا انتظار داشته که آدری میگه آره من دلم برات تنگ شده، چقدر روزای رویایی داشتیم، چرا گذاشتی رفتی، میسم اینجوری. ولی برعکسه، آدری مینویسه که ممنونم ازت، آره روزای خیلی خوبی رو با هم دیگه داشتیم، 2 هفته خیلی خوبی بوده، ولی برای اینکه من بخوام بهت بگم دلم تنگ شده خیلی زوده، من هنوز تو رو نمیشناسم و تو بعد 2 هفته گذشته رفتی. خب خیلی چیزا ما الان تقریبا قریبه ایم. بچه این جمله یا مشابهش در واقع، چون گفتم کلمه به کلمه‌اش یادم نمیاد، میریزونه برگای متیو رو که این دختر چقدر داره منطقی جواب منو میده، چقدر روی احساساتش سواره. مثل بقیه نیست بگه وای این به من پیام داد، این آدم معروفیه حتما عاشقم شده، داره از دوری من دق میکنه، بذار منم بهش بگم دوستت دارم و اینا. نه، خیلی منطقی جوابشو داده و باعث میشه که یه جرقه‌ای توی ذهن متیو شکل بگیره که این دختر چقدر کنترل داره رو زندگیش. ببین وقتی که من نبودم این دختر زندگیش مختل نشده، داشته مثل بچه آدم زندگیشو میکرده، من باشم یا نباشم این زندگی میکنه. ولی بعضی یه جوری میان نشون میدن که اوکی تو نباشی من میمیرم. و چرا؟ حالا بریم سراغ این که مراحل سیچویشنشیپ چطوریه و اصلا از کجا بدونیم توی سیچویشنشیپیم. بچه مرحله اول طرف شما رو بمباران عاطفی میکنه، خیلی قشنگ باهاتون فلرت میکنه، اصلا ممکنه که زبانا نگه دوست داره ها، ولی یه جمله هایی بگه، یه تعریف هایی ازت بکنه که تو اصلا عقل از سرت بپره که این همون بمباران عاطفی است. بعد یه ما به خودت میای میبینی شما با هم دیگه دیت میرین، صبح تا شب با هم دیگه حرف میزنین، همه چیزتون این رابطه است ولی در واقع توی رابطه نیستین. اگه پسر بهت پیشنهاد رابطه جدی نمیده و اصلا ازت درخواست نمیکنه، یا اگه دختر یه سری جاها اصلا میبینی داره از خط خارج میشه، تو رو یه جوری میبینه که نگاه داداشیشی، اینطور جدی نمیگیره. اینجا باید بفهمیم واقعا تو سیچویشنشیپی. و بچه‌ها این آدما وقتی که مطمئن میشن که شما بهشون وابسته شدین غیب میشن. یا اوکی دیگه این الان وابستگیش در حدی است که من غیب بشم همش بهم فکر بکنه، اوکی من میرم غیب میشم دنبال یکی دیگه، این تو آب نمک باشه، بعد دوباره بعد این مدت من بهش سر میزنم. و اکثر آدما هم اینطورین که وقتی طرف مقابلشون غیب میشه
انقدر میشنن به این آدم فکر میکنن که ذهنشون آدم رو جدی میگیره، میگه حتما این چیز مهمیه، بذار هی بیشتر بهش فکر کنم. بعد هی بیشتر فالین لاف میشن، هی بیشتر از اون آدم خوششون میاد، چون صبح تا شب دارن بهش فکر میکنن. در صورتی که زندگی تو کن. بچه‌ها سخته ها، نمیگم آسونه. اینکه یه چند وقت با یه آدم باشی که دقیقا همون فانتزیایی تو رو داشته باشه، همون تایپ تو باشه، اون جوری که میخوای باهات رفتار کنه، تو رو بمباران عاطفی کنه، قشنگ چیزی رو درون تو بارا بیاره، بعد یهویی بذاره بره. حقیقتا هر آدم دیگه ای هم باشه بهش فکر میکنه، صبح تا شب میگه خب مشکل من چی بود این ول کرد رفت بدون دلیل، منم روم نمیشه برم پیام بدم. درسته، ولی وقتی ازش آگاه باشی سعی میکنی کنترلش کنی. و اینکه یادم رفت چی می‌خواستم بگم. یه نگاه تقلبام کنم. بعد هر سری که اون آدم برمیگرده هی بیشتر گولشو میخوری، هی با خودت میگی که اوکی این رفت ولی برگشت، یعنی منو دوست داره دیگه. به اون فکر نمیکنی که اون 2 هفته 3 هفته 1 ماه تو رو ول کرد، اصلا ازت خبر نداشت. بعد اون اینجور آدما میان با یه سری بهانا، مثلا بعضیشون میگن مثلا من افسردگی گرفته بودم توی 2 هفته که نبودم، مثلا بابا اینقدر سرم شلوغ بود نتونستم خبر ازت بگیرم. 2 هفته 3 هفته 1 ماه واقعا منطقی نیست. و اگر توی سیچویشنشیپین یا خودتون این همچین رابطه ای رو با این نفر ساختین، یا میدونین تو همچین رابطه ای هستین ولی اینقدر طرف رو دوست دارین که نمیخواین به روش بیارین، نمیخواین رابطتون کات بشه، بعد بگم نمیدونین دارین چه ضرری رو، چه دردی رو متحمل قلبتون میشین بچه‌ها. این باعث میشه بعداً به هیچ کس اعتماد نکنین. از یه جایی به بعد دیگه خودتون هم خسته میشین و اینجوری که اوکی کات کنین و سعی میکنی که بلاک کنی همه چی، هر چیزی که ربط به اون آدم داره. و این شروع یه دردسر تو زندگیت. تو به اون آدم عادت کردی، از همون اول سعی نکردی جلوش رو بگیری، منیپیولیتت کرده، بازی روانی بات رو انداخته، هنوزم نیمی از قلبت قبول داره که اوکی اگه بمونی داخل این رابطه ممکنه این آدم درست بشه یا بهت پیشنهاد بده. نه. و بعد هر روز به این چیزا فکر میکنی، از زندگیت عقب میفتی، از کارت عقب میفتی و فقط همه زندگیت میشه اون آدم. تا زوده بیاین بیرون از این وضعیت. و یه سری از آدما هستن که اصلا صحبت کردن دربارهشون جدا توی ویدیو نمیگنجه، مثل خودشیفته ها و سایکوپت ها که اینجوری معمولا رابطه های اینجوری رو خیلی دوست دارن و خیلی بازی روانی میکنن که درباره اونا هم باید بدونیم. من فکر نمی کنم توی این ویدیو جا بشه، توی ویدیو بعدی حتما واسهتون درباره خودشیفته ها یا سایکوپت ها میذارم که بدونین چه نشانه هایی دارن، چطوری هن، چون اونا معمولا عاشق همچین رابطه هایی هن. و متیو یه چیزی رو میگه که این روزها یه سری باورهای غلطی دربارش وجود داره که من حتما باید اینو بگم، مخصوصا این یه جورایی مربوط میشه به دخترها. بچه‌ها وقتی که دختر دور هم که جمع میشن یه سری وقتا این که به هم دیگه مشاوره میدن و سعی میکنن به هم کمک کنن خیلی خوبه، چه پسر چه دختر. ولی یه سری وقتا یه مشاوره هایی میدن که فکر میکنن درسته چون باور جامعه داره اونجوری شکل میگیره، در صورتی که کاملا غلطه. اینو من نمیگم، متیو میگه. بچه‌ها یه سری از آدما هستن مثلا دخترها فکر میکنن که وقتی رابطه اینطوری میشه به این سمت داره پیش میره باید آدمه رو با رابطه جنسی نگه دارن. و متیو تاکید میکنه، میگه من به عنوان یک مربی رابطه هیچ مشکلی، بچه‌ها دقت کنین، هیچ مشکلی با رابطه جنسی ندارم. ولی وقتی یه آدمی تو رو جدی نمیگیره چرا واسه این نگه داشتنش میخوای اون کار انجام بدی؟ و بچه‌ها تاکید میکنه، میگه don't jump on a bed with a guy. دیگه متیو داره اینو میگه وقتی که میخوای این کار کنی فقط یه لحظه به این فکر کن که رابطه تو توی چه لولی قرار داره. آیا واقعا با همدیگه آشناییت دارین یا وقتی بهش فکر میکنی میبینی اون یه غریبه کامله؟ واقعا راست میگه. حالا باید چی کار کنیم؟ بچه‌ها اصلی ترین کاری که میتونین بکنین برای اینکه خودتون سیف نگه دارین، الان که این ویدیو رو دیدین حس کردین که تو همچین رابطه ای هستین،
سیف نگه داشتن خودتون شامل این میشه که دست از استاک کردن اون آدم بردارین. بچه‌ها هی نرین پروفایلش رو چک کنین، اینستاش رو چک کنین، کجا بود کجا نبود، یا از دوستاش آمار بگیرین. هر چقدر بیشتر پیگیر یه نفر میشی، بیشتر مغزت جدیش میگیره و بیشتر باعث میشه شیفتش بشی. دومین راه حل اینه که من نمیگم، متیو میگه فقط به این فکر کن که تو ارزشت از این بیشتره که وارد یه رابطه نصف نیمه بشی که بعدها ممکنه به آیندت گند بزنه. یه سری وقتا آدما شما رو دستکاری روانی میکنن و این باعث میشه که قدرت فکر کردن تو ازت میگیره و تو رو شیفته خودت میکنه. بر همین نمیشه راه حل دقیقی براش گفت. تنها کاری که میکنی اینه که وقتی که احساس ناامن بودن میکنی توی اون رابطه، حس میکنی که واقعا آدم از یه جایی به بعد، بچه‌ها اینو بگم، یه تایم طلایی داره رابطه. وقتی با یه نفر آشنا میشی حس کنی اون رو تو کرش داره، تو هم روش کرش داری، شروع میکنیم به حرف زدن. یه تایم طلایی بین اینا هست. اگر بیشتر از 3 ماه بشه یعنی اون آدم نمیخواد تو رو جدی بگیره و بهت پیشنهاد بده. شما 3 ماه دارین شب و روز با هم دیگه حرف میزنید، یعنی به این نتیجه نرسیده که یعنی تو این 3 ماه نتونسته به روی مبارک بیاره به تو پیشنهاد بده. چرا؟ قطعا میتونسته، ولی الان میبینه نه تعهدی داره نه چیزی، با تو لاسه رو میزنه، با تو فلرت میکنه، همه چی بینتون اوکیه، با هم دیگه بیرون میرین، خوش میگذرونین. اونم میگه خب واسه چی خودم وارد تعهد کنم، این که هست همه جوره. بچه‌ها اگه از این تایم طلایی گذشته دیگه بهتون پیشنهاد نمیده و اینجاست که باید به فکر سیف بودن خودتون باشین. استاکش نکنین، زیاد بهش پروبال ندین. نمیگم بلاکش کنین یا مثلا بهش بگین من امروز فلان ویدیو رو نگاه کردم گفت که تو داری این کار میکنی، من منیپیولیت میکنی، از این حرفا نمیخوام با تو باشم. نه، خیلی عادی حرف بزنین. سعی کنین اگر در هفته هر روز باهاش در ارتباط بودین، ارتباطتون رو کم 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 کنید. سعی کنید دیگه دوستانه باهاش حرف بزنین، فلرت نکنین. 2 حالت داره. اون آدم وقتی وارد این مرحله بشه ببینه شما تغییر اخلاق دادین، میگه اوکی یه جای کارم اشتباه بوده. اگه دوست داشته باشه بهت را پیشنهاد میده، ولی اگه نداشته باشه میره. به فکر خودتون باشید.